خب آزمایش مولد شمس اولین آزمایش بیباری هستش. مدار آزمایش رو بستیم و ما راه اندازی کردیم. موتور رو سرعت رو روی سرعت 1500 دور تنظیم میکنیم. و شروع میکنیم به بارگیری. ولتاژ رو ملاحظه میکنید. شروع میکنیم به آزمایش بیباری. ولتاژ الان 3.9 ولته. میتونه به خاطر این باشه که مقاومت از مقاومت بحرانی بیشتره، کم میکنیم، ولی میبینید که شد 3.4 ولت. باز مقاومت RF کنترل رو کم کردیم 3.2 ولت. باز ادامه میدیم 2.7. میریم تا آخر مقاومت RF کنترل رو صفرش میکنیم. ولتاژ نه تنها افزایش پیدا نمیکنه بلکه کاهش هم پیدا کرد، 1.5 ولت شد. معناش اینه که جهت جریان تحریک در سیمپیچ تحریک به گونه‌ای هست که در واقع شار پسماند رو تقویت نمیکنه، خنثی میکنه. دو سر تحریک رو عوض میکنن. ملاحظه میکنید که ولتاژ شدیداً افزایش پیدا کرد. خب مقاومت RFC رو آوردم تا مقدار حد اکثر رسوندم. ولتاژ پسماند الان ملاحظه میکنید 2.7 ولته و همین برای خود تحریکی کافیه. جریان تحریک صفر. یه مقدار اینم قطع میکنم. این مقدار جریان تحریک داشتیم. وقتی جریان تحریک صفر میشه ولتاژ پسماند واقعی میشه 56 ولت. مقاومت رو خب مدار تحریک رو میبندم. مقاومت رو میارم پایین 8.4 ولت. 8.8 از اینجا تا اینجا 8.8 9.9. هنوز به مقاومت بحرانی نرسیدیم. 12 باز موند. همین که ساکن میمونه به معنی اینه که هنوز از مقاومت بحرانی رد نشده. 14.4 هنوز هم مقدار RFC به اندازه‌ای هستش که مقاومت مدار تحریک از بحرانی بیشتره. 19.6 بازم از مقاومت بحرانی بیشتره. خب اینجا یه مرتبه افزایش پیدا کرد و میبینید که رفت مقدارش بالا. البته من زیاد یه مرتبه حرکت دادم. اینجا الان شما معنای مقاومت بحرانی ملاحظه کردید که از اینجا تا اینجا مقاومت به نحوی بود که از بحرانی بیشتر بود و ولتاژی نداشتیم. این یه تیکه فقط مقاومت از بحرانی کمتر شد، ولتاژ زیاد شد. خب این تعریف مقاومت بحرانی. حالا شروع می‌کنیم به ثبت مقادیر. دو صدم آمپر 14 ولت. سه صدم آمپر 18.6. سرعت هم چک میکنیم در محدوده است. چهار صدم 24.8. این 133 34. خب دیگه از مقاومت بحرانی رد کرد و 15 صدم
15 116 و نیم. دو صد 163 500 176 و 14 800 191 212 36 صدم 49 صدم 233 و اینم آخر RFC 0 یه مقدار سرعتمون افت کرده، جبران میکنیم. یک از 19 284 این آزمایش دیواری بود. خب آزمایش بارداری رو انجام میدیم، مقاومت راه انداز حد اکثر، راه اندازی، بعد مقاومت راه انداز رو از مدار خارج میکنیم، سرعت 1500. ابتدا نقطه نامی رو همونطور که در قسمت توضیح دادیم تنظیم میکنیم به 200 حدود 30 ولت و بار هموصل من جریان رو میبرم روی 10 آمپر. نزدیک 10 آمپر متوقف میکنم، چون که وقتی بار میگیریم سرعت موتور شنت کم میشه. این سرعت که ببریم بالا خود به خود ولتاژ زیاد میشه، آمپر هم میره بالا. الان ولتاژ هم کم شده، من اینم میبرمش بالا تا 230 بشه. ببینید از 10 آمپر رد کرد، بنابراین باید برگردونم ولتاژ رو، باز میبرمش بالا. این سه تا باید با هم دیگه تنظیم بشن، 10 آمپر و 230 ولت و 1500 دور، هر سه تا با هم. الان این به هم خورد دوباره و من ولتاژ رو یه مقدار ببرم بالا. باز یه مقدار دیگه باید بار رو زیاد کنم، 10 آمپر. نه این الان 230 هم تنظیم نیست، 230 ولت با جریان خیلی خوب. RFC رو به نحوی تنظیم کردیم که در 10 آمپر ما 230 ولت رو بده. خب این 230 و اینم 10 و اینم تقریبا 1500 دور، حالا با 2-3 دور اختلاف هم تنظیم میکنم. الان نقطه نامی در صورت نقطه نامی الان یکم سخته ستایی با هم تنظیم کردنش، که تنظیم شد الان اوکیه. 10 آمپر و 230 ولت و 1500 دور. خب از این نقطه به بعد طبق توضیحی که دادم سرعت رو ثابت نگه می‌داریم، RF کنترل دست نمیزنیم و تغییرات رو یادداشت میکنیم. اولین نقطه که 10 و 230 هست، بعد شروع میکنیم بار رو 9 آمپرش میکنیم، تغییرات سرعت رو نگاه میکنیم که خوبه، 1500 دور مونده، دقیق من روی 9 آمپر تنظیم میکنم. ولتاژ رو قرائت میکنیم، شده 233 ولت. آمپر رو روی 8 تنظیم میکنم، سرعت رو نگاه میکنم 3 دور خوبه،
3 دور فقط تفاوت داره، قابل قبوله. این 238 ولت روی 7 آمپر تنظیم میکنم. باز سرعت قابل قبوله. مقدار ولتاژ هست 242 ولت. دست به RFSC نمیزنیم در آزمایش بارداری، چون ما میخوایم ببینیم که تغییرات ولتاژ ترمینال هنگامی که جریان بار تغییر میکنه چگونه. آزمایش بیباری هدف اینه. 248 ولت. باز جریان میارم روی 5 آمپر. سرعت خوبه. ولتاژ 252 ولت. جریان میبرم 1 آمپر کم میکنم، 4 آمپرش میکنم. سرعت 5 دور اضافه شده، یک کمی کاهش میدم. ولتاژ شده 258. جریان 3 آمپر. سرعت 9 دور اضافه شده، زیاده، باید تنظیمش کنم. 1500. جریانم 3 آمپر. ولتاژ هم 261. جریان 2 آمپرش میکنم. نقاط بار رو افزایش میدم. جریان بار میشه 2 آمپر. سرعت 6 دور اضافه شد، تنظیمش میکنم. ولتاژ شد 267. جریان رو میارم دیگه. این حد اکثر مقاومتیه که میتونیم ایجاد کنیم. دسته مقاومت متغیر دیگه به انتها رسید. سرعت یه مقدار زیاد شده، کمش میکنم، تنظیم میکنم رو 1500 و بعد مقدار جریان رو میخونم. 1 نیست، 1.2 آمپره. تصحیح میکنم 1.2 و 270 ولت. اما برای تعیین رگولاسیون باید جریان صفر هم داشته باشیم که برای جریان صفر کلا من بار رو یه سرش رو قطع میکنم. کلیدمون خرابه البته. من سیم رو قطع کردم. سرعت 1515 دوره. تنظیمش میکنم رو 1500 و جریان بار صفر. ولتاژ هم 273 ولت. 273 ولت. خب رگولاسیون ولتاژ هم که برابر 273 ولت منهای 230 به روی 230 ضرب در 100%. این آزمایش بارداری یا مشخصه خروجی تکمیل شد. خب آزمایش مشخصه تنظیم مولد شمس رو انجام میدیم و در این آزمایش هدف اینه که ببینیم چگونه باید ولتاژ ترمینال رو به ازای تغییرات جریان بار ثابت نگه داریم. الان در جریان بار صفر ولتاژ ترمینال رو سرعت رو اول تنظیم کنم 1500. ولتاژ ترمینال رو میرسونم به 230 و همواره ولتاژ ترمینال رو روی 230 ولت ثابت نگه میدارم. جریان تحریک میکنم. اولین نقطه جریان بار صفر ولتاژ 230 ولت، VT ثابت مساوی با 230 ولت و جریان تحریکمون 37 صدم آمپر. بار رو وصل میکنم با حد اکثر مقداری که داره. جریانی که میگذره حدود 1 آمپر. من بایستی که
ولتاژ بار رو همچنان برابر 230 ولت تنظیم کنم. سرعت افت کرد، تنظیمش میکنم که خطا روی نتایج آزمایش نده. مجدد 230. جریان تحریک 41 صدم به ازای جریان بار 1 آمپر. جریان بار 1 آمپر افزایش میدم. سرعت رو تنظیم میکنم. ولتاژ ترمینال رو هم روی 230 ولت تنظیم میکنم. الان مقادیر قابل قبوله و 44 صدم آمپر جریان تحریکه. خب مقاومت بار رو کاهش میدم تا جریان به 3 آمپر برسه. ملاحظه میکنید که ولتاژ افت کرد. ولتاژ رو میبرم بالا، روی 230 ثابت نگه میدارم. سرعت رو هم تنظیم میکنم. جریان تحریک 46 صدم آمپر. روی 4 آمپر ولتاژ افت میکنه، میبرم بالا. سرعت رو هم 1500ش میکنم و جریان تحریک 49 صدم آمپر. روی 5 آمپر ولتاژ افت کرد. سرعت اوکیه. جریان تحریک 53 صدم آمپر. 6 آمپر افت ولتاژ رو جبران میکنم. سرعت رو هم تنظیم میکنم. جریان تحریک 56 صدم. 7 آمپر جبران افت ولتاژ روی 230 تنظیم میکنیم. $58. 8 آمپر افت ولتاژ رو جبران میکنم، روی 230 تنظیم میکنم مجددا. $62 آمپر جریان تحریک شد. 9 آمپر جبران افت ولتاژ. سرعت هم چک میکنیم خوبه. $66. 10 آخرین نقطه است. افت ولتاژ رو جبران میکنیم. سرعت یکم زیاد شده. و 69 آمپر آخرین عددیه که برای این آزمایش